پشتی کتنا دستلاتداریا بشار الاسد یعنی پشتی رفاوی اشکره پشتی رفاویش بو روسیا هزین امنی لسوری لملک و مال مالبات اسد کرن مالبات اسد سکتورین بانکی، انرژی، خانوبر، درمان اما چه هات بیراوه حمود بن دستی و مالبات دبون یعنی جید بن دستی چند کسین و مالبات دبون افجغینی که سوری کربون ناونده کسرکه یا برهمانی نماده نشبر لگور راپورت ناف دولتی مثلا برای اسد یعنی برای بشار اسد ماهر الاسد خودی کارگاهین چی کرنا حبین کاپتاگون بون حتی نها برپرسین نوین سوری دست دانین سر بشکی جوان ملک مالین اسد لهینجی لگرینا لسرمیان ملک مالین و مالباته جعالی حکومت نویا سوری و بردوامن یک جبارگهن فرقه 4 او ارتشا بره یا سوریه افجی یک جکوشکن فرماندار فرقه ماهر اسده پشتیکتنا دستهلاتا بشار اسد هیزن اولهیا سوریه لسر لگارینا لدو سامان مالباتا اسد بردوامن هي تعتبر مكتبه الاساسي هون اف اوفيسا سركه ماهر اسده اوفيس دقات سر عرضه ودبن عرضه دا جي تونلك هيا كنزيكي 40 متران كوره دهندر التونل دا خزينه پره زير و كيلوبلين جرام بها هنه مالباتا اسد سکتورین بانکی، انرژی، خانوبر و درمان کنترول کربون. افجغینی که سوریه کربون ناوندک سرکه یا برهم آنینا ماده هشبر. هرچقاس حتی نها بر پرس نوین سوریه دست دانین سر پرانیا ملک مالباتا اسد لهینجی لگارینا لدو سامان وان بردوامن. جبلی مالباتا اسد کس نزیکی وان به طایبتی ین لسازین اولهیه کار کرنه پیگه هاوخه جبو دولمند بونه بکار آنینه. ضباط امن كلياته صار همو افسرن هزن اولکاری دولمند بون همو جی خودی خزینه بون و تجی پره بونو معامله $0 دکرن سامانا مالباتا اسد وک زیده $2 ملیار تی تخمین کرن افجی دمکه ده کو نتوین یک بوی دبیجه دما شر نفخای سوریه ده زیده جسدی نود شینیان دهاتا وانا روزانه کمتر بو $10